ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم، تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر آسیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افراطگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افراطگرایی هم بسیار مشکل است. بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب میگویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب میمانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست میزنند؟ باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا می آیند و پناهنده می شوند، به عملهای تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و می خواهند فعالیت‌های تروریستی انجام دهند، اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه‌های افراطی و تروریستی شامل می شدند و در صف این گروه‌ها می جنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده‌های دینی به اروپا و آمریکا می روند، اکثرا به فعالیت‌های تروریستی دست نمی زنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد. در سنت پترزبورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فرد داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است. آیا چنین حمله ها می توانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟ بسیاری از ازبک هایی که به آمریکا رفتند اساساً برای کار به آنجا مهاجرت کردند، ولی چنین حمله ها بیانگر آن است که تندروان آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند، اما با این جهاد نه گروه های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه های جهادی تأسیس شده افراطیان آسیای مرکزی در عراق، بلکه افراد علاهیده و یا به اصطلاح گروگان تنها همراه شدند.